با سرمایه‌گذاری 7 میلیون افغانی فابریکه ذوب مس از سوی اسدالله حسنی باشنده ولایت دایکندی در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان ایجاد و فعالیت خود را آغاز کرد. آقای حسنی هدف از این سرمایه‌گذاری را دسترسی به برق و گاز پایدار 24 ساعته، فضای مناسب برای رشد صنعت و تأمین امنیت مطمئن عنوان می‌کند و می‌گوید که جوزجان بستر خوبی برای رشد تولیدات داخلی است. بعد از چندین سال مهاجرت به کشور ایران، بعد 4 سال تجربه کاری به این کار داشتم، به این کارخانه نیست. بعدش آمدم افغانستان. بعد از چندین سال مهاجرت بالاخره گاز و برق در ولایت شبرغان یافتم که اینجا آمدم کارخانه نیست به حساب تشکیل دادم با یک دستگاه. بعدش میخوام که نالا فابریکه خودم سال به سال بزرگتر بسازم. از دولت، از همه ارگان ها میخوام که ما را حمایت بکنم. در همین حال رئیس صنعت و تجارت جوزجان میگوید که امارت اسلامی و مسئولان محلی این ولایت از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در تمام بخش‌ها حمایت میکنند. هر کس که میآید ولایت جوزجان اینجا برق ما از ولایت دیگر کده بیشتر خوب برق وجود داره، گاز وجود داره. فعلا نمی ذوب مس از گاز تولید میشه و ما از هر نگاهی را حمایت میکنیم و انشالله در وقت نزدیک با امید هستیم که در اینا یک پارک افتتاح شود، پارک صنعتی. از سوی دیگر شمار از تاجران و صنعتکاران جوزجان با استقبال از این سرمایه‌گذاری از سایر تاجران می‌خواهند تا برای رشد اقتصادی کشور و ایجاد فرصت‌های کاری در وطنشان سرمایه‌گذاری کنند. تاجران که مقیم خارج کشور می باشند، ولایت جوزجان یک ولایت امن دارای برق بهتر و گاز وافر و تامین امنیت مهیا می باشد. از اونام خواهش میکنیم که در ولایت جوزجان در بخش تولیدات مورد ضرورت سهم فعال بگیرند. گفتنی است که در 4 سال اخیر با ایجاد امنیت سراسری و دسترسی به انرژی پایدار، سرمایه‌گذاری‌های کوچک و بزرگ در ولایت جوزجان رشد قابل توجهی داشته است.